الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب. دایت قبلی الله متعال دعوت داده بود برای مؤمنا که اجابت فرامین الله متعال و دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بپذیره. حکمت زیرم بیان کرده بود که دعوت الله و رسول الله برای احیا و زنده باقی ماندن انسان است، سبب حیات انسان میشه. یقینا هم که اصل زندگی یا حیات در اجرا کردن فرامین الله و رسول الله است که فرامین الله به نقشه پیغمبر انجام داده شود و این سبب حیات انسان هم در دنیا هم در آخرت. در آخرت هر کس میفهمد، چرا که نتایج آخرت وابسته به دنیا داره. اگر در دنیا مطابق فرامین الله کسی زندگی کرده باشه، اصل زندگی و حیات برش نصیب است. اما در دنیا چه قسم زندگی بر انسان نصیب میشه؟ در حالی که مسلمان ها خصوصا کسی که عمل به دین میکنه و او مبارزه میکنه دوچار خیلی مشکلات میباشه، خیلی حالات ناگوار در پیش رویش میآید. مؤمن زمانی که دعوت دین الله را میکنه و احکام و فرامین الله را بجا میکنه، ولو در اینمی حالت اجرا کردن هر نوع مشکل و تکلیف برش میرسه، احساس لذت میکنه، اطمینان قلب برش حاصل میشه، سرمی لحظات عمر خود شکر میکشه، مطمئن میباشه و نام زندگی هم امیست. زندگی عبارت از است که قلب انسان مطمئن باشه، از امی لحظات عمر خود راضی باشی، خوش باشی. شما میبینید کسایی که عبادت الله را میکنه، دعوت دین میکنه، با وصفی که رو به رو با مشکلات خیلی زیاد شده اما خوشوقت میباشه. خوشوقتیش به خاطر عزیزته که شکر الله را میکشه که این لحظات عمرم در خدمت دین الله متعال تیر میشه. لیکن این تعلق به اصلاح سازی خود داشت، یعنی خود انسان باید اینمی قسم آماده شوه، تیاری بگیره برای پذیرفتن فرامین الله و رسول الله. لیکن آیا جامعه و معاشره توسط خودسازی خود هر انسان درست میشه؟ نه، کل انسان ها نیست که متوجه برای خود باشه و بالکل واقعا خود تسلیم کنه به فرامین الله. از او خاطر برای اصلاح دیگران هم توجه داشته باشه، چرا که کمال امن یا اطمینان یا کمال خوشوقتی و خوشحالی زمانی تحقق پیدا میکنه که ما دیگران در پالوی ما اصلاح باشه. از امو خاطر است کدام ما حولی که یقینا درست است، سالم است، زندگی در اونجا سالم می باشه، اگر نباشه او نادرست است. در این آیت اشاره به اهمیت امر بالمعروف و نهی عن المنکر میکنه که معاشره را انسان همونطور اعلان بکنه، هر کس که هر کار میکنه یعنی که اعلان نکنه. نه، بعد معاشره اعلان نشوه. زمانی که یک منکر در یک نقطه یا در گوشه منطقه دیده میشه، باید تو اقدام بکنی برای محو کردن از او، نگذاری که او زیادت پیدا بکنه. چرا؟ اگر امروز تو دوچار او بلا نیستی، سبا خودت دوچار امو بلا میشی. این همینطور قاعده است که هرگاه یک مفسده یا کدام امر ناگواری در یک منطقه پیدا میشه، اگر در اول جلوگیری نشوه، امو تفت و بویش به تو هم میرسه. اگر از نگاه فساد و گناه نرسه، از نگاه عذاب الله خبرت میرسه. چرا که در دین مقدس اسلام مسلمان تنها مکلف به اصلاح خود نیست، بلکه مکلف به اصلاح دیگران هم است. زمانی که وظیفه را در سر نرسانه، ایمانش تکمیل نیست. از امو خاطر است که در یک حدیث پیغمبر علیه السلام مراتب انکار تعیین کرده که اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، بعد از او باز امی قسم چی زبان و بعد از او در قلب بد بدانی، اینطور نشوه که تو هم آغوشته یا مصروف به امرای اونمو گناه ها شوی. افسوس است زبان این آیت های قرآن کریم آدم میخونه، باید بسیار نه تنها که در صدد ازی شوه که قطع مردم به زبان منع بکنی، بلکه باید تو مجالس امو جاهای منکر انسان ترک بکنه، به خاطر که نشوه که عذاب الله بیایه و تو هم دو شامل باشی. اما امروز علمای ما، دعوتگرای ما در مجالس بدعت شرکت میکنه، سبب تشویق و ترغیب دیگران هم میشه. به طور مثال از جمله مجالس بدعت یکی هم مجلس میلاد است که در اینجا علمای بیشتر ما در حالی که از خودشان سوال میشه که بدعت است یا نه، میگه بدعت است. خیر چرا تو شرکت کرده بودی؟ میگه ما به نیت اسلام میریم.
ما به نیت چی میریم؟ اصلاح. تو خود میری، مردم تو را میبینه که فلان عالم در فلان مجلس شرکت کرده بود، اگر او ناروا می بود امو عالم شرکت نمیکرد. از امو خاطر است اگر عذاب الله در اینجا بیایه، آل دیگه کلگی را شامل میشه. واتقوا فتنه، خود نگاه کنی. یک طرف شو فتنه، از فتنه مراد از فتنه اینجا یا فساد یا عذاب، اردویش هسته که او عبارت از ترک امر بالمعروف و نهی عن المنکر است. یعنی این وظیفه را انجام نمیده. از او خاطر باید اینجا تو امو مسئولیت تعدا بکنی. از این خودداری چی رقم میشه؟ یعنی برای فرد ضروری است که اصلاح جامعه را هم در نظر بگیره. زمانی که یک امر منکر را میبینه، اول به دست اگر توان داره منع بکنه، اگر نمیشه به زبان برش نصیحت بکنه، اگر نمیشه در قلب خود امی امر نفرت بکنه، بد ببینه. چرا اگر ایرام نکنه باز خود ایمان وجود نداره. از همون خاطر است که از شومیتی از یا اگر تو این کار نکنی الله متعال عذاب روان میکنه و کلگی را شامل میشه. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، که نمیرسه می عذاب الله و واقعا تجاوز کرده از حدود منکم از جمعتان خاصتا تنها برای مردمای گناهگار، بلکه کسانی را که منع نکرده و منکر دیده و را هم شامل میشه. پس از او خاطر برای ادای مسئولیت یکی از وظایف سیگانه را به اعتبار قدرتت باید انجام بدی. اگر قدرت و توانایی دست داری که به دست منع میکنی، صلاحیت داری، تسلط داری، سری اولاد، سری اقارب، سری بعضی دوستا انسان تسلط می داشته باشه، او را تهدید میکنه که کار دی کار دیگه نبینم، تا سیگرت میکشی، سرلوچ میگردی، مثلا این طور گپا را از اول تهدید کن، نگذار شه. اگر نیکی به دست نمیتونی به زبان نصیحت برش بگو که امر غلط است، اینا درست است، این عیب است، این آینده مفاسد خیلی زیادی داره، تو باید از این خودداری بکنی. این گپا را باید برش بگویه. اگر این هم نمیشه لا اقل در قلب خود نفرت داشته باشه. علمایی که در مجالس مردم طلب میکنه به سخنای از او خیلی احترام قائل است، او مردم معزز میدانه، دانشمند میدانه، از آدرس دین مفتی میدانه، لیکن امی مردم ها اگر به دست توانایی نداره اما به زبان توانایی داره، باید اعلان بکنه که این مجلس بدعت است. چرا که همیشه کسی خبر میشه که بیا ما فلان روز عید میلاد داریم، جشن میلاد داریم، مولوی صاحب بعد اگر دمو تلفن برش بگویه که عید میلاد در دین ما وجود نداره، این بدعت است و کسی که ایجاد بدعت میکنه این گمراه است و ما در گمراهی شامل نمیشم. اما با تاسف علمای بزرگی ما یک رنگ روا بودنش هم برش بیان میکنه، میگه مردم که سالا از سیرت رسول الله محروم است، به یک روز ما موقع برشان ندیم که سیرت رسول الله را بشنوه. بله، تو یک دفعه سیرت رسول الله را بدون شوله یا بدون دعوت هتل دعوت بده که به سیرت شنیده میشه. غیر از زمین روزای دیگری تو اعلان بکو به مردم بدون فیس که اینجا یک هفته سیرت بیان میشه، کسی هم حاضر نمیشه. خو اینجا که حاضر میشه به خاطر شوله میله جور کردی، در هتل نان برش میدی، از او خاطر حاضر میشه و سیرت رسول الله را خوش نداره و به این سیرت او چی هم نمیشه و سیرت ای را نمیگه هم که در اینجا هست. واعلموا ان الله شدید العقاب. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث هم امی قسم فرموده که شما امر بالمعروف بکنه، منکر رد بکنه، وگرنه اینطور حالتی بیایه که شما دعا بکنی الله قبول نکنه، یعنی عذاب الله بیایه و شما دعا بکنی برای از بین رفتنش، لیکن باز دعایتان مستجاب نمیشه. افغانستان که دوچار امی مشکل است فی الحال اموسته که هر قدر دعا میکنیم استجابت نمیشه. علتش است که در اول مرحله اینجا انکار سر منکر نشده، سر منکر رد کرده نشده. هر کس یک بچه در یک منطقه پیدا شد نظریه کمونیستی را بیان میکرد، پدر، کاکا، ماما، اقاربش چیزی برش نمیگفت. دیگه مردم را خب بگذار، موقع دادیم به اون مردمای اوباش، به اون مردمایی که بیدین بود. حالی دیگه کلی همی بدبختی ها ما را مبتلا ساخته. علتش است که اینمو قسم ما از اول انکار نکردیم. باید کار منکر در اول خنثی شوه، از بین جلوگیری شوه، وگرنه کلگی را فرا میگیره. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. الله متعال نعمت خود برای صحابه کرام یاد میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالت آمده
یعنی آل شما توانمندی زیر پیدا کرده که جلوگیری از منکر بکنه. چرا آلی یک کمین ایرومند شده، قانون مرکزی یا حکومت مرکزی را پیدا کرده، شما باید منکر به هیچ وجه باقی نمانه. پس هر طایفه مسلمان ها که به اینمی منزلت و مقام رسیده باشه باید این وظیفه خود در سر برسه. پیغمبر علیه السلام و صحابه تا زمانی که در مکه مکرمه بودن بسیار مورد شکنجه، زور و ظلم قرار می گرفتن، گریختانده می شدن، لیکن الله متعال به نصرت خود یارا جا داد. آل دیگه شکرگزاری نعمت الله، اطاعت فرامین الله است و از اون جمله اطاعت ها یکم امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که اصل شیرازه عزت و منزلت امت پیغمبر علیه السلام هم به اینمی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وابستگی داره. چرا؟ این یک وظیفه همگانی است، کلگی در تلاش عزیزت که فساد در جامعه رخنه نکنه. از امو خاطر وقتی که دیدی همسایت خانه را میده به یکی از مؤسسات، خوب میفهمی که رای گپای فحاشی را پیش میبره، باید منع بکنی که نمیگذارم که توی این خانه را به کسی دیگری بدی. چرا ما و تو همسایه هستیم، ما حق دارم که اینجا مردمای لاابالی گشت و گذار نکنه. اگر به دست منع نشد به زبان برش نصیحت کن، لا اقل این کار قطعش بکن، دیگه قطع رابطه را قطعش بکن که اینمی مردکه مخالفت امر دین کرده باید نباشه. اما امروزی گپای هیچ نیسته، خصوصا در کابل. در کابل خیلی ترگه پس یک خانه با خانه دیگه هیچ نوع ارتباطی نداره. اگر هر عمل انجام میده باز به خاطر چی میگه؟ به خاطر میگه والا در هر کاری گناه شریک میشه همسایه است. الله متعال حق همسایه را به این سیستم نکرده که زنا میکرد تو زنا کو که حق همسایه ادا شوه. اگر دختری از اون لچ میبرامد تم دختری تا لچ بکش که حق همسایه ادا شوه. اینجا حقوق همسایه است که او را جلوگیری بکنی. پیغمبر علیه السلام نمیگه که انصروا ظالما او مظلوما، ظالم و مظلوم هر دویشه نصرت کنی، کمک کنی. صحابه پرسان کردن که یا رسول الله مظلوم خو است که نصرت بکنیم که پشتیبانیش بکنیم، ظالم چه قسم نصرت کنیم؟ پیغمبر علیه السلام گفت دستش بگیری از ظلم. وقتی کسی را در گناه میبینی تو باید قطعش کمک بکنی، نصرت بکنی. اما با تاسف این وظیفه مکمل باقی مانده. یک جزئی از ایرا برادرای تبلیغی ما در پیش میبره که تنها امر بالمعروف به فضایل مردم ترغیب دادن، اما نهی عن المنکر که رکن اساسی امی موضوع است، ایرا قطعا واگذار میکنه. اگر یک آدم شرک میکنه هیچ چیز برش نمیگه، در حالی که نهی عن المنکر مقدم است از امر بالمعروف کرده. از همون خاطر در تمام اینمی مسائل دعوتی ما چیزی خلا وجود داره، یعنی تمام شرایط امر بالمعروف و نهی عن المنکر پورا نیست، از اون خاطر تاثیر هم نداره. الله میفرماید واذکروا اذ انتم، یاد کنید صحابه کرام در آن وقتی که شما بودی قلیلون، خیلی کم. پیش از هجرت در مکه مکرمه مردم خیلی کم بوده، در قوت هم کم بوده، در تعداد هم مستضعفونه که شما ضعیف شمرده می شده از جانب مردم. فی الارض در زمین، یعنی در مکه تخافون، شما می ترسیده ان یتخطفکم الناس که مردم شما را بگریزانه، اختطاف کنه تانه. فآواکم، پس جای داد الله متعال شما را در مدینه. اونجا حتی این قدر قدرت نداشته که کدام طرف بریم، حتما ما اغوا شویم، کسی ما را ببره در یک طرف. و ایدکم بنصره، به اطمینان در مدینه الله براتون جای داد. در قلب اون مردم الله غیرت انداخت، خود آمدن با پیامبر علیه السلام بیعت کردن که تو هجرت میکنی و ما نصرت و یاری تو را قطعا کرده نیستیم. و ایدکم، کمک کرد شما را، قوت داد شما را بنصره، به امداد خود که سر دشمن غلبه حاصل کرده در جنگ بدر. به اسباب متنوع، هم تعدادتون زیاد شد افراد و هم اسلحه و وسایلتون زیاد شد، الله کمکتون کرد. یک، و رزقکم من الطیبات، شما را روزی داد از چیزای پاکیزه و حلال که کلش در سایه حکم شریعت به دستتان میرسید. اتو نبود که از رای حلال یا نعوذ بالله با چل و فریب از کسی بگیره. سه انعام الله براتان کرد. جهاد پس جهاد فرض است. لعلکم تشکرون، به خاطر که شما شکرگزاری الله متعال بکنه. چرا شکرگزاری نعمت الله به اطاعت میشه، فرمان برداری میشه. پس فرمان برداری الله است که به مفسده را نده، به مفسده موقع نده که او کلان شوه و بزرگ شوه یا شایع و پراگنده شوه در توده های مردم. بعد در هر نقطه چی جلوگیری شوه. از همون خاطر بود پیغمبر علیه السلام زمانی که سر یک صحابی یک عملی ناشایسته را میدید که در شریعت نبود، سلامش علیک نمیگرفت و صحابی دستی در جستجو میشد
که چرا پیغمبر سلام مرا علیه نگرفت. صحابه دیگه برش پیشنهاد میکرد که اینی عملت نادرست است. یک آدم کالای سرخ پوشیده بود آمده بود، پیغمبر سلامش علیه نکرد، سوال کرد چرا؟ صحابه برش گفت کالای سرخ پوشیده. یک آدم بالاخانه جور کرده بود، پیغمبر سلامش علیه نگرفت. زمانی که پرسان کرد گفت تو توجه طرف دنیا شده، بالاخانه جور کردی، رفت پس چپکت بالاخانه را. اینی را مردم میگه نهی عن المنکر، نمیگذاشت که کسی ادناترین خلل در منطقه بکنه. این مسئولیت و وظیفه کلگی است، تنها از مولا و عالم نیست بلکه کل مردم. اگر عاجز، خصوصا امی آجا و امی وکیلا که در دیگه مسائل کلانی میکنه، در کارهای بدعت، در کارهای بدعت و سرپرستی میکنه، اما در کار دین خدا به طرف میکشه، نمیتونه، وگرنه هر کار اصلاح کرده میتونه. همین منطقه ما اگر کسی توی میکنه یک سازنده را آورده نمیتونه. اگر کسی مرده سرش می اینی قانون شریعت از یک عالم سوال کنه که در دین چی رقم است همین پروگرام ما امور انجام میدیم، اما این گپا در دسترسشان است و میتونه خو نمیکنه. پس این ملکا و این آجا که در دیگه وقتا ریشایتان سفید و چپانایتان در و دراز در سر مجلس ها میشینه، در روز قیامت الله متعال از پیشتان سوال میکنه که منکر بچه‌شون میبینه، منکر بچه‌شون میبینه. کسی که آمین در جهر در مسجد میگه تا حوزه را آشنا میکنه قطش، آمیر حوزه را رشوت میده که تو باشی بچه را ببره آمین بالجهر نگوه. اما در خانه مردم زنا میکنه، فاحشه خانه وجود داره، یک روز برای از این مجلس نگرفتی، تو رفته نیستی در پیش الله متعال که این آیت بری تو متوجه میشه. نه واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بری تو متوجه میشه. نه الله نصرت داده. اولیم هر انسان که الله نعمت میکنه باید شکر نعمتش ادا بکنه. برای ما همین نعمت است، عقیده صحیح برای ما حاصل شده، باید شب و روزی خود در محنت نشر عقیده، در نشر عقیده محنت بکشیم. اینمی شکرگزاری نعمت الله متعال است. اینمی قسم که خود میگیم که اینی سبب فلاح و کامیابی است، هر مسلمان دیگر هم به می قالب ببینیم و دل سرش بسوزانیم که با کدام عنوان عقیده صحیح را برش بگوییم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول، یک کسانی که ایمان آورده خیانت نکنی امرای الله و امرای پیغمبر الله. خیانت با الله در احکام الله است. در احکام الله خیانت یکی مختلف است، هر نفر مسئولیت جداگانه داره. عالم خیانتش در احکام الله است که بیان نمیکنه، حقیقتا را از مردم میپوشانه، مردم در تاریکی زندگی میکنه، یا بیان میکنه خود تاویلی غلط دیش میکنه که مردم او را حکم شرعی گفته عمل میکنه در حالی که او حکم شرعی موجود نیست. الله رحم بکنه. آلی اگر ما علماء امروزی ما الا ماشاءالله ببینیم که در کدام حالت قرار داره، کدام حکم الله متعال واقعا به مردم همینطور واضح بیان کرده موجود نیسته، امور پیدا کرده نمیتونه، این بسیار سخت است. اگر پیدا میکنی میبینی که تاویلات گوناگون در حکم صریح الله متعال میشه و این خیانت در مورد احکام الله است. خیانت در مورد احکام الله از طرف امرا و پاچا و صاحب سلطه و قدرت است که جاری نمیکنه قوانین الله را، اهتمام برای برگزاری احکام الله نداره، مثل که حکومت‌های فعلی ماست. به خاطر از اینکه اگر یا واقعا دین الله پیششان محترم باشه و یقینا اهمیت داره نظام الله متعال، چرا حدود جاری نمیشه؟ چرا حدود مکمل جاری نافذ نمیشه در افغانستان؟ در غیر از او بانک‌های سودی چرا اجازه داده میشه؟ فحاشی و عریانی و لجبازی در کدام سرحد رسیده؟ چرا جلوگیری نمیشه؟ شراب چرا منع نمیشه؟ فقط همیشه در تمام تلویزیون و رادیو یک آیت گیر که ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خود در هلاکت نندازی به دستی خود. فقط هم یک تا است. احکام اسلام خو خیلی زیاد است. اینجا خیانت با احکام الله متعال میشه. خیانت با احکام الله از طرف عام مردم چیسته؟ نه عملی کردن، بعد از اینکه شنیدن فهمیدن ولی آلی عملی نمیکنه، خیانت با حکم الله است. یا حکم عملی میکنه با مون نقشه عملی نمیکنه که پیغمبر برش نقشه داده. خیانت با رسول چی را میگه؟ یا متنوع است. خیانت با رسول اول خیانت است که رسول پیشت قدر و قیمت نداره، عملش از همون خاطر در تمام عمر نماز میخوانی، خودت عقیده داری که شرط نماز چی است؟ شرط نماز طهارت است، اما یک روز سوال نکردی که طهارت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ چه قسم استنجا کرد؟ چه قسم وضوی فرضی خدا گرفت؟ چه رقم بود؟ یک روز هم سوال نمیکنه.
علتش است که اهمیت نمیده. امو رقم صرف به زبان میگه که ما امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم. اگر ما امتی هستیم خود تلاش میکنیم. شما بروید کسایی که لنین چی میگیره برای خود رهبر میگیره، نقطه نقطه سخن از او را تعقیب میکنه، سرش عمل میکنه. کس اون دوا بگوان خدا کلی گپایشه اونمو قسم عمل میکنه که یک سری مو هم از او طرف نمیشه. اما با تاسف ما مسلمان ها دعوا داریم که ما رهبری ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما در کل زندگی از رهبری پیغمبر سوال نمی کنیم که در این مورد پیغمبر چی رهبری کرده، ما چه قسم شیوه در پیش بگیریم. اینی مشکل ماست. این خیانت با رسول الله است. خیانت با رسول الله از طرف علما اینمی است که احادیث پیغمبر علیه السلام به مردم واضح نسازه، احادیث پیغمبر علیه السلام تاویلات غلط بکنه، اصل حقیقت به مردم واضح نکنه. خیانت با رسول الله است. و تخونوا اماناتکم، اصلش ولا تخونوا، خیانت نکنه اماناتکم، به امرای امانت هایتان. امانات جمع امانت است. هر آن چیزی که بری تو سپرده میشه و اجنه و تغییر ده او نبیه و پس به صاحبش بسپاری، ایره به نام امانت یاد میکنه. در عرف ما و شما امیر امانت میگه. اما در اصطلاح قرآن کریم هر وظیفه و مسئولیت و هر حکم الله امانت است. اعضای وجود ما امانت است. ایره در جای استعمال بکنیم، از پیش استفاده بکنیم که الله برای امو خاطر پیدا کرده. اگر گوش است، اگر چشم است، اگر زبان است، اگر دست است، اگر قلب است، تفکرش است، کلش این امانت های الهی است که در وجود ماست. از امو خاطر است که در روز قیامت امی اعضای تو سر تو شاهدی میده.